تا جایی که میتونین گوشتون رو بگیرین، کاری که فکر میکنین درسته رو بکنین. هر کی اختیار زندگی خودشو داره. چرا خطکش گرفتین دستتون میخوان همه رو هم قدم؟ این دیگرانم یه جمله به شما میگه میره، اصلا یادش میره تو چه تصمیمی داشتی. تو میمونی اون تصمیمه و اون نظره. بخت و اقبال من یکی رو همون 2 تا جمله بافته. در و همسایه چی میگن، مردم چی میگن. مردم الان کجا بدبختی منو ببینن. و واقعیتش اینه که اون اصلا جای تو نیست که بتونه نظر بده. تو داری زندگی تو میکنی. اصلا خطا نکردن محاله و بدون خطا کردن رشد کردن هم محاله. ما یه عده گاویم که یاد نگرفتیم نباید تو زندگی هم دخالت کنیم. عمرمونه یک بار به دنیا میایم، میخوایم زندگی کنیم، میخوایم یاد بگیریم، میخوایم رشد بکنیم، میخوایم حال بکنیم. لطفاً